اعزام شده بودند نیز با دستپور برگشتند. آقای سید جعفر نادری، ژنرالان نظامی مستقر در شمال، قماندانان جهادی شمال اکثرا در جهت هماهنگی کامل با حزب وحدت آمادگیشان را اعلام داشتند. ولایات غور و هرات به سرپرستی اسماعیل خان و دیگر قماندانان جهادی نیز خوشبینی‌های زیادی را در جهت هماهنگی با حزب وحدت اعلام داشتند. تعداد زیادی از قماندانانشان در بامیان رفته با شورای مرکزی حزب وحدت دیدار و ملاقات داشتند. هیئاتی که با جلال الدین حقانی و سایر قماندانان جرم دیدار داشتند متاسفانه مایوس برگشتند. هیئاتی که با ولایت فراه و نیمروز رفته بودند از سوی بعضی از جبهات جهادی سخت مورد استقبال واقع شده بودند. به صورت کل جبهات و گروه‌هایی که موافق بودند برای عملی شدن توافقاتشان چندین بار در سطح بالا تبادل افکار نمودند. در زمستان سال 1370 دو بار هیئت بلندپایه حزب وحدت، یک بار به سرپرستی آقای اکبری و بار دیگر به سرپرستی آقای زاهدی با مسعود نشست داشتند که پیامد آن صدور قطعنامه‌های در جهت هماهنگی کلیه جبهات جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی بود. سلامات. اللهم صل علی محمد. از سوی دیگر جنرالان مستقر در شمال خواهان نشست با یک هیئت بلندپایه از سوی حزب وحدت اسلامی را شده بودند که پس از بحث و مذاکره در شورای مرکزی فیصله به عمل آمد که استاد شهید شخصا با آنها دیدار داشته باشند. مردم شمال که قضای سیاسی کشور را دقیق تحلیل و بررسی و دنبال می‌کردند بر این مطلب به خوبی واقف شده بودند که عمر حکومت دکتر نجیب به آخر رسیده است. اما با توجه به تجهیزات قوی نظامی که در شمال وجود داشت بیم آن را داشتند که پس از سقوط دکتر نجیب به اثر دخالت بیگانگان بر علیه همدیگر کار گرفته شده و شمال را به سوی انارشی و جنگ‌های خانمانسوز بکشانند. در شمال ضرورت همبستگی ملی به وضوح از چهره شهر و مردم آن مشهود بود. تمام جنرالانی که در شمال جمع شده بودند هم از پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک قصد داشتند که با سهم گرفتن در یک تحول سرنوشت‌ساز به نفع مردم افغانستان سهمشان را ادا نموده و اشتباهات قبلیشان را جبران نمایند تا باشد که از این طریق دینشان را نسبت به وطن ادا کرده باشند. همه منتظر یک ناجی بودند که بتواند مردم را در دور یک سرخوان توحید نشانده و آینده مملکت را از شر بیگانگان تضمین نماید. اما با تأسف از طرف دکتر نجیب و از طرف دیگر دولت موقت مجاهدین آنها را خائن، کافر و یا قاتل می‌خواندند. هر گونه دروازه آشتی را برای آنها بسته بودند. در چنین اوضاع و احوال حزب وحدت اسلامی به ندای مردم شمال و قماندانان جهادی و جنرالان نظامی مستقر در شمال لبیک گفته و آغوش گرم برادری را برای آنها باز نمود. مردم شمال اهم از جنرالان، سیاستمداران و قماندانان جهادی با حمایت مستقیم استاد شهید حزب جنبش ملی اسلامی را پایه‌گذاری کردند تا بتوانند پس از اعلام براءت از حکومت دکتر نجیب و آزادسازی کلیه صفحات شمال همه در کنار هم با یک استراتژی واحد شمال را اداره نمایند. در شمال دیگر بوی برادری به وضوح به مشام می‌رسید. رهبر جنبش از قوم ازبک و معاونین آن از هر قوم دیگری مردم افغانستان تعیین شده بود. مزار شریف به عنوان مرکز تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شده بود. احترام اجتماعی و حرمت به فرهنگ و سنت‌های اقوام افغانی به یک رسم تبدیل شده بود. هیچ حق پایمال و هیچ دلی آزرده نبود. اما مزاری آرام ننشست. او به سوی پروان و جبل‌السراج به حرکت افتاد و با همکاری آقای مسعود شورای انقلاب را تأسیس کرد و به پاس وحدت و دوستی احمد شاه مسعود را به عنوان رئیس این شورا برگزید. استاد شهید به عنوان مسئول سیاسی و جنرال دوسم به عنوان مسئول نظامی برگزیده شدند. بار دیگر استاد مرا وظیفه دادند تا در قسمت عملیات‌های نظامی بالای پروان و چگونگی ورود به کابل با آقای مسعود هماهنگی کنم. اما وقتی من به پنجشیر رفتم متاسفانه آقای مسعود را ندیدم، چون او چند ساعت پیش با 4 جنرال نظامی پاکستانی توسط هلیکوپتر نظامی عازم پاکستان شده بود. اما دکتر عبدالرحمن و فهیم وظیفه داشتند که در آن مورد با ما صحبت کنند. صحبت پیرامون تحت عملیات برای چاره‌کار آغاز شد. در نتیجه قرار بر این شد که هر کدام از احزاب وحدت و جمعیت به تعداد 1000 پرسنل مجهز نظامی در عملیات برای چاره‌کار آماده سازند. وقتی ما برگشتیم موضوع را به مرکز انتقال داده و به کل پرسنل نظامی در دره ترکمن احضار دادیم، شب از طریق رادیو بی بی سی شنیدیم که چاره‌کار به دست مسعود آزاد شد. فوراً جلسه استرالی تشکیل و با بامیان در تماس شدیم. آنها گفتند که ما هم فقط از رادیو شنیدیم و الی کدام گزارش مخابراتی از تا هنوز از سوی آقای مسعود دریافت نکردیم.
فردا هیئتی را برای اطلاع بیشتر به شارکار فرستادیم، اما هیئت ما بسیار با مشکل توانسته بود که آقای مسعود را ملاقات کند، چون اطراف آقای مسعود را عرب‌ها گرفته بود. صرف برای چند دقیقه مختصر صحبت کرده بودند. در مورد آزادسازی چارکار آقای مسعود گفته بود از اینکه حزب وحدت در مزار با ما وعده خلافی کرد، ما هم تلافی کردیم و حالا وقت گله گذاری نیست، باید هرچه عاجل بالای کابل کار شود. در کابل وزیر امور خارجه با تعدادی از کارمندان عالی‌رتبه دولتی، رئیس ارکان وزارت دفاع ملی، قماندان گارنیزون و نیز تعداد دیگری از جنرالان و صاحب‌منصبان اردوی ملی و همچنین کارمندان عالی‌رتبه وزارت خارجه به طور مخفیانه با مسعود ارتباط داشتند و قول همکاری داده بودند. جمع دیگر از جنرالان و افسران اردوی ملی با پلیس وزارت داخله و بعضی از کارمندان عالی‌رتبه دولتی به طور مخفیانه با حزب وحدت ارتباط تامین کرده و قول همکاری داده بودند. جمع سوم جنرالان و صاحب منصبان اردوی ملی، بعضی از وزرا و تعدادی از کارمندان وزارت داخله و مقامات بلندپایه دولتی با حزب اسلامی تماس داشته و قول همکاری داده بودند. با آنکه مجاهدین در دروازه‌های کابل رسیده بودند، هنوز شهر کابل آرام به نظر می‌رسید. استاد شهید وقت را غنیمت شمرده و برای اینکه در کابل بی‌نظمی صورت نگیرد، باز هم یک گام تازه دیگری برداشتند. و آن این بود که نمایندگی حزب وحدت را در خارج از کشور مأموریت دادند تا یک بار دیگر با رهبران جهادی مستقل در پاکستان پیرامون وضعیت جاری و تحولات کابل و تشکیل حکومت وحدت ملی صحبت نمایند. اما متاسفانه آنها به خواستهای حزب وحدت جوابی منفی داده بودند. بار دیگر هیئت مذکور را مأموریت دادند تا با حضرت سبقت‌الله مجددی رئیس دولت انتقالی صحبت کنند. وقتی هیئت مذکور با ایشان تماس گرفته بودند، ایشان گفته بودند که ما با شما صحبت می‌کنیم، اما پیرامون دولت آینده و نقش شما در آن در کابل صحبت می‌کنیم. نزد وقتی کابل آزاد شد، آقای مجددی به ارگ ریاست جمهوری تشریف آوردند. هیئت بلندپایه حزب وحدت نزد آقای مجددی رفتند که بنده هم در جمعشان بودم. ملاقات در قصر گلخانه صورت گرفت. در تمام جریان ملاقات آقای روانی ایشان را تنها نمی‌گذاشتند. موضوعات به طور پراگنده بحث می‌شد. هر بار صحبت از ساختار دولت و چگونگی مشارکت حزب وحدت در دولت می‌شد، آقای مجددی از کمی دوره ریاست جمهوری شان و مشکلات موجود در خود ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کردند. پس از نیم ساعت بحث و مذاکره پراگنده، وقتی صحبت‌ها به سوی موضوعات اصلی کشانده شد، جناب آقای روانی خواهان پایان جلسه شد و گفتند که وقت نماز است، جماعت برگزار شده و منتظر شماست. آقای مجددی اضافه کردند که برادران، چون بعد از نماز وقت صرف غذاست، مگر ما متاسفانه در اینجا هیچ چیزی نداریم. هنوز اینجا به یک کاروانسرای میماند. در اینجا هر کی نیروهایش را خودش اعاشه و احاطه میکند و از ما فقط چند نفر است. این بدان معنی بود که جناب حضرت صاحب حتی اختیار آشپزخانه را هم نداشتند. بنابراین ادامه جلسه هم معنی نداشت. صلوات. از سوی دیگر وزارت دفاع خواهان خلی صلاح کل نیروهای دیگر به خصوص حزب وحدت اسلامی بود. شرط مذاکره با حزب وحدت را تحویل دهی سلاح‌ها قرار داده بود. به زودی عملیات‌های تصفیه‌ای در جهت خلی صلاح حزب وحدت را بالای تمامی قرارگاه‌های نظامی در شرق کابل آغاز کرد که باعث تأثیرات منفی بر روابط دو حزب گردید. اما حزب وحدت هیچ گونه عکس‌العمل نظامی انجام نداد. از نیروهای جنبش نیز خواسته بود که سلاح‌های ثقیل‌اش را تحویل داده، کل نیروهایش را از مکرویان، تپه مرنجان و میدان هوایی کشیده به دارالامان، چلستون و سنگ نوشته جابجا کند. حزب وحدت مذاکراتش را با حضرت مجددی قطع نکرد و بالاخره ایشان به خواست‌های برحق حزب وحدت پاسخ مثبت دادند و حزب وحدت را در دولت سهیم ساختند. پس از 2 ماه قدرت به طور کامل به دست جمعیت اسلامی قرار گرفت. این بار یک هیئت بلندپایه حزب وحدت جهت دیدار و مذاکرات به ملاقات آقای روانی رفتند. ملاقات گرم و صمیمانه به نظر می‌رسید، اما هر بار که صحبت‌ها کمی مهم و اساسی می‌شد، یک زنگ تلفن به صدا در می‌آمد و سکرتر